سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزانی که تشریف آوردند. روز فرهنگ مردم هزاره را تبریک میگیم. امیدوارم این روز روزی خوبی برای فرهنگ مردم هزاره باشد و بهانه‌ای باشد برای حفظ و نگهداری و ثبت و ضبط میراث معنوی و میراث فرهنگی مردم هزاره در افغانستان و سراسر سرزمینی که هزاره ها در آنجا زندگی میکنند. آنچه را که امروز بنا هست من با شما در میان بگذارم آوازهای سرزمین من هست. موسیقی آوازی مردم هزاره. موسیقی آوازی مردم هزاره مانند ملت‌های دیگر مشترک بین منطقه و فرامنطقه، اما گاهگدار نوع آوازی میتواند مخصوص و از آن خود هزاره باشند. به یاد داشته باشیم که اوکال میوزیک یا آوازهای چوپانی در میان تمام ملت‌ها وجود دارند و همه ملت‌ها موسیقی آوازی دارند. موسیقی آوازی و موسیقی نواحی به این معناست که موسیقی باشد که پیش از تار و پیش از موسیقی، یعنی موسیقی تاری و مدرن به وجود آمده باشند. یاد داشته باشیم که بشر پیش از آن که تار را ایجاد کنند صدای پیش از تار را ایجاد کردند و هوهوی باد و هوهوی انسانها و صدای ترنم هی هی هو هو و مانند اینهایی که از گلوی انسانها بیرون می آمدند و همدیگر را صدا می زدند و یا پاسخی برای خدایان بودند یا دعوت برای نشانه یا خواستی و یا تلاش برای نشانه دادن یا ارتباطات شفاهی برای همدیگر پیام دادن، این که شکاری در راه است یا خطری در راه است. همه این هوها و هاها سرانجام کم کمک به شکل تنظیم شده و تنوین شده به شکل موسیقی آوازی در آمده است. بنابراین موسیقی آوازی یا ترنم‌های ابتدایی بشر و انسان هزاره پیش از آن که تار ایجاد شوند و تارهای ذهی به وجود بیایند، هزاره‌ها این موسیقی را داشتند. بنابراین ما از موسیقی تاری سخن نمیگوییم، از دنبره و ساز و دوتار سخن نمیگوییم، ما پیش از اینها سخن میگوییم، یعنی از ترنم‌های ابتدایی مردم هزاره. ترنم‌های ابتدایی مردم هزاره را در هزارستان، در اکثر مناطق هزارستان بولبی میگویند، اما در مناطق جنوب هزارستان در غزنی بیشتر اینها را دیدو، دویی، غزل میگویند. در مناطقی از بهسود و ارزگان و همینطور دای کندی، لعل سر جنگل و مناطق هزاره اهل سنت و اسماعیلیه و بامیان بیشتر بولبی رواج هست. اما در مناطق از غزنی بیشتر جغری، بخش از ارزگان، مالستان و بخش از غزنی، این مناطق دستگاه آوایی دارند که به آن دیدو، دو و دی و غزل میگویند. حالا تفاوت این بولبی با دو و دی چیست؟ بولبی ها بیشتر متکی به دو بیتی هستند و بعد هنگامی که دو بیتی ها خوانده می شوند فقط در آخر این دو بیتی ها ترنم وجود دارند. ترنم همون های هو هست، یعنی شما وقتی میگوین مثلا فرض کنید و قربانت شوم دختر خاله و مانند اینها، یا وقتی میگوین که مثلا فرض کنید یک بیت میخوانین سرانجام میگوین که خب این های هوها در حقیقت یا به هی هی هست یا ها 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 یا هو هو، اینها ترنم هستند و بعد این ترنم ها مشترکن در میان موسیقی آوازی مردم هزاره و اینها بیشتر متکی به بولبی هستند. خب بولبی ها دو بیتی هستند، آوازخوانان یا دو نفری میخوانند یا یک نفری میخوانند، دست در بناگوش میگیرند و شروع میکنند به آواز خواندن. نه آواز خواندن بدون تار هست، بدون دنبره هست و هنگام خواندن در پایانش صدایشان رو میکشند شکل ترنم و بعد در پایان همین
ترنم گاه نام بولی جان، کاکای جان، مادر جان، آبای جان مانند اینها رو هم به کار میبرند و صدا رو میکشند. اینها جزئی از ویژگی های موسیقی آوازی مردم هزاره هست و ممکنن در جاهای دیگر و کشورهای منطقه و فرامنطقه هم وجود داشته باشند. دیدو تفاوتش با بلبی در این هست که دیدوها ضمن داشتن بلبی یک تحریر دارند که تحریر را همون دو و دو یا دو و دی میگویند. فرض بر این بگذاریم که شما اگر از لشمک زاده که در انگوری زندگی میکنن آهنگای اونا رو گوش کنین، یعنی موسیقی آوازی اونها رو گوش کنین، دیدوش رو گوش کنین، یا مثلا از میر حسن رو گوش کنین، یا از بزرگان دیگه از تمکی و مالستان، از بخش از ارزگان رو گوش کنین، اینها اول دو بیتی میخوانن. وقتی دو بیتی هایشان چند تا دو بیتی خوان، یک بار با صدای بلند ترنم میکنن و بعد از ترنم بعد یک تحریر پشت سر هم رو اجرا میکنن. میگویند که سر زینه دیدو، تای باغ در دیدو، پشت باغ دیدو، دیدو دیدو دیدو، و اینا به شکل یک تحریر 4-5 ثانیه‌ای حتی ممکنن تا 1 دقیقه تا 2 دقیقه هم پشت سر هم اینا رو اجرا کنن. اینا آوازی هستن و پشت سر هم تکرار میشون، اما هنگامی که تمام شد باز دوباره میرون به سمت دو بیتی ها، به سمت بلبی. بنابراین دیدوها با بلبی ها تفاوتش در همین تحریر هاست. یعنی اینا همه نغمه ها و ملودی هاشون شبیه همدیگه هستن و در حقیقت ترانومشان شبیه همدیگه هستن، فقط آنچه که اضافه دارن دیدو همان تحریر هست. این تحریرها هستن که هم دیدو رو متفاوت میکنه و هم زیباتر میکنه و هم نزدیک میکنه به موسیقی، به آوازهای بومی. یادمان باشن ملت هایی که کهن هستن و بومی هستن، اولین موسیقی آوازی اونها معنادار نیست. حالا معنادار هست اما این معنا به معنای امروزیش نیست، این کلمه و کلام نیست. به طور نمونه شما اگر موسیقی سرخپوستان رو نگاه کنین یا موسیقی اسکیموها و سامیها و مردمان بومی مناطق جهان رو نگاه کنین، همه اینها پیش از این که تار و دوتار و کلمه و کلام به سراغ موسیقیشان بیاین، اینها فقط تنها یک ترنم و تحریر داشتن و فقط هوی هوی میکردن. شما اگر موسیقی مغول ها رو نگاه کنین یا همینطور موسیقی چینی ها رو نگاه کنین، مردم آسیای میانه، و همینطور هزاره ها رو نگاه کنین، هزاره ها پیش از تار و دوتار، پیش از بلبی و دیدو هم فقط موسیقی آوازی داشتند و این موسیقی آوازی فقط هایهو بودن، یعنی ترنم و تحریر و فقط بدون کلام، بدون هیچ لفظ، فقط هوی هوی میکردن. و اما کم کمک این هوی هوی تبدیل میشن به، یعنی این ترانم ها تبدیل میشن به تحریرها و تحریرها هم تبدیل میشن به دو بیتی ها. خب این عصر پسین هست. اما اگر بخوایم یک ملت را، بومی بودن یک ملت را اثبات کنیم و بشناسیم، باید ببینیم آیا هایهوهای کهن، یعنی همون تحریرها و ترانم‌های پیش از کلمه و کلام در میان این مردم هنوز وجود دارن یا ندارن. من وقتی ترانم‌ها و هایهوهای لشمکزاده را نگاه می‌کردم متوجه می‌شدم که اتفاقا اینها هنوز این دامنه های از این تحریرها و ترانم‌ها را دارن و خب چون خیلی دیر شدن، اونها حفظ نشدن، از بین رفتن، فقط ساحت های کمی از اونها را حفظ کردند. اما به شکل مردمان سرخپوستان و سامی ها و اسکیمو ها و اینها در بینشان هنوز حفظ نشدن، به خاطر اینکه هزاره ها متاسفانه هیچ دستگاه ملی و فراملی به سراغ اونها نیامدن، خودشان هم نتوانستن داشته های میراث فرهنگ خودشان را حفظ کنن. اما به هر حال این هزاره ها موسیقی آوازیشان همین بلبی و دیدو و دوبده یا غزل هست. خب بلبی سراسری است، در همه جای هزارستان رواج هست و منطقه و فرامنطقه مانند اینها دارم. دوبده باید مخصوص مردم هزاره باشن و بیشتر هم کاربردش در جاغوری و بخش از ارزگان، مالستان و قرباق هست و اینا فقط زمانی که چند تا دو بیتی رو به شکل بلبی میخوانند وسطش یک تحریر میروند
به قول شوخی ها یک روزه میخونن، روزه که میگوین به دشت کربلا زد. یک شروع میکنن به تحریر خوانی. بعد وقتی تمام شد باز دوباره برمیگردن شروع میکنن به خواندن بلبی. اما یه چیزی که خیلی در این میان مهم هست این است که هزاره ها برای بلبی خانی دنبوره داشتن و دنبوره دارن، اما برای دیدو خانی به ناچار باید دو تار داشته باشن. به خاطر همین هم که تار بیشتر در غزنی، در جاغوری، در بخش از ارزگان، مالستان و قرباغ رواج بودن. تارها تفاوتش با دنبوره در این هست که کاسه تار بزرگتر هست و دسته تار هم بزرگترن، یعنی دسته همون دستگاه موسیقی بزرگترن و این باید در کرج بالا باید زده شود. دلیلش هم اینن که خب این دیدو هست، یعنی صدا کشیده و بلند هست. به خاطر همین معمولا تفاوت دارند. در پیش از این که دنبوره خیلی در جاغوری و در قرباغ و بخش از ارزگان و همینطور قرباغ، همه قرباغ نه بیشتر تمکی و اطراف تمکی رو میگویم، و همینطور در مالستان وقتی دنبوره گسترده شود مردم تار استفاده میکردن، به خاطر اینکه در این منطقه دیدو یا غزل و دودی رواج بودن. دنبوره فکر میکنم باید پسینها رواج گسترده یافته باشن، بیشتر تار رواج بودن. دلیلش هم همون دیدو بودن که بلند خوانده میشده و در یک دستگاهی که در حقیقت بم بوده، زیر نبوده، خوانده میشده و بیشتر که به قول کابلی و کرج بالا بودن. به خاطر همین باید یک برخلاف دنبوره باید یک دستگاه دیگه باشن که کاسش بزرگ باشه و دستش هم بلند باشه و تارها هم کشیده که بتوانن صدای بلند رو پوشش بدن. به خاطر همینم که تار بیشتر در این مناطق رواج بودن و دنبوره در جاهای دیگر. دنبوره در جاهای رواج بودن که بلبی رواج هست و تار در جاهای رواج داشتن که بیشتر دودی یا غزل رواج بودن. در حال امیدوارم این موسیقی آوازی هزاره ها خوب شناخته شود، روی اینها کار علمی و تخصصی اکادمیک صورت بگیرن و بتونیم راز و رمز این موسیقی آوازی هزاره ها رو به خوبی بشناسیم و درک کنیم. من امیدوارم که نسل ما بتوانند و نسل پس از ما بتوانند میراث فرهنگی هزاره ها رو دقیق تحلیل و بررسی بکنن. من رقص هزاره ها رو خیلی پیچیده و خیلی زیبا میبینم. اون رقص های کهن این مردم را که متاسفانه حالا تقریبا از بین رفتن، مانند الخوم، اخوچی، غنبور، چرخک، لنگی و بقیه چرخان، اینها متاسفانه اینا دیگه فعلا خیلی وجود ندارن، پوفی یا همون پیشپو. امیدوارم که حداقل اینا ضمن که با توجه به این روزی که بین اون روز فرهنگ هزاره هستین که فقط به ساز و آواز و خوشی تمام نشوند، بلکه روی کرده نوشتن و تحریر کردن و ثبت کردن هم جز اینها باشن و بتوانیم ما اینها رو ثبت کنیم، ضبط کنیم و ضمن ثبت و ضبط حفظ اینها بتوانیم اینا رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم و یک تحلیل اکادمیک و علمی و تخصصی اینا صورت بگیرم و بتونیم اینا رو به منطقه و جهان بشناسیم و خودمان را بین مردمان فرهنگی و فرهنگ مدار و صاحبان فرهنگ غنی و برجسته به جهان و منطقه معرفی کنیم. این روز مبارک است، روز فرهنگ هزاره ها، اما برای این روز کار زیاد است، کار فراوان. متاسفانه فرهنگ شفاهی مردم هزاره و داشته های میراث فرهنگ هزاره ثبت نشده است. من تلاش های منم هیچ چیز ذره بیش نیست، کار شخص هست، کار یک نفر و امیدوارم که حداقل همه دست هم بدن و بعد تلاش کنن میراث فرهنگی مردم هزاره را اول ثبت کنن مثل مردم نگارا و بعداً بسپارن مردم شناسان و بسپارن به کسایی که مطالعات علمی و تخصصی فرهنگ شفاهی و میراث فرهنگی و مطالعات فرهنگی دارن. اونها بتونن با تحلیل اکادمیک راز رمز اینها رو در بیاورن و سرانجام ما بتوانیم فرهنگ غنیمون رو به جهان بشناسیم و با این فرهنگ شناخته شویم و جزئی از ملتی باشیم که سرشار از فرهنگ غنی، بومی و قدیمی است. در پناه خدا باشیم.